بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما. خدمت امیر مؤمنان علیه السلام رسیدم. دیدم ایشان در حال فکر کردن بودند. چوبی در دستشان است و به زمین میزنند. به ایشان عرض کردم: ای امیر مؤمنان، چه شده است که به این صورت به زمین فکر می کنید؟ به زمین رغبتی دارید؟ حضرت فرمودند: خیر، به خدا قسم که هیچ وقت رغبتی به زمین و دنیا نداشتم، لکن در مورد مولودی فکر می کنم که از نسل 11مین فرزندم است. او همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد می کند، چنان که از ظلم و جور پر شده است. حیرت و غیبتی برای او پیش می آید که در آن بعضی از اقوام گمراه و بعضی دیگر هدایت می شوند. عرض کردم: یا امیرالمؤمنین، حیرت و غیبت چه مدتی خواهد بود؟ حضرت فرمودند: 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال.